ما برداشت ندارم. ای مردم، جامعه داد میگه، جامعه از گرسنگی از نبودن داد میگه. این همین پدر لعنت ها رو من علمو میکنه که میگم همون رحمانوف که چقدر به قتل وحشیانه میکشه، آخه یه سیلا برای ما بتیوختی بچه او را بیاخی چقدر بناموسانه. انا شما در مقابل رحمانوف گپ نزنه، خدا برای شما بته بگذار برای من نداد. من بیزار، من الحمدلله شاید از 80% بهترین زندگی برام ساخته باشم، ولی من برای شما میگم که برای ملت میگم که خب 2 میلیون مهاجر در مقابل رحمانوف گپ نمیزنه. بیچاره برای یک لقمه نان مبارزه میبره. مطمئن باش برای یک لقمه نان مبارزه میبره. گجا برسه به اون پسلید ماشینایی که میگه. وگرنه آیا یک معلم، یک راهرو، یک اتوبوسچی، یک 90% مجموع نامهایی که مردم ما کار میکنن، آیا اونها دارن یک زندگی خوب؟ آیا میتونن یک زندگی خوب داشته باشن؟ مردم حتی نمیتونه در یک ماه معاش میگیره لااقل یک همون کرته تنش عوض بکنه. من معلوماتی 100% دارم که یک آموزگار حتی در یک سال به یک کاستوم و به یک گالسوک و به یک کرته سری کار میرود. بیچاره از شوشتن همون کاستوم در آفتاب رنگ سرخ میشه، در شب رنگ کبود میشه، سحر روز رنگ جگری میشه، بیگه در رنگش آسمان رنگ میشه. از دسته شوشتن رنگ روش نمونده. یک توفلی را 15-16 بار پیش سپورتینگ میره که همین را کله بکن، همین را بدوز، همین را کابل بچسبون. دیوانه شده است. ولی تو میگی تمام این مردم زندگی داره. تو در لس آنجلس زندگی داری یا که تو در نمیدونم در اون دنیا هستی، در گجا هستی؟ بچه من حیرانم در همین فهمیش همین مردم، همین تیم هایی که آماده میکنین بشینین نمیاره یک فهمانده این بحثا که نشید از دیگه. شما در مقابل رژیم گپ نزنید. رژیم کی زاید است که ما باید گپ نزنیم؟ اونا حق ندارن در مقابل مردم سلاح بگیرن ایستاد شوند. اونا خادمن، خدمتگار مردمن، نه اینکه ما خدمتگار رژیم باشیم. رژیم آوردن خدا اونا میگم اولوالامرش گذاشتن در بالای سری مردم. مردم حق در مقابل هر کسی گپ زد خیانت، نمیدونم هم تمغه خیانت هم میزنن. اوی بی شرفی بی ناموسی فهمیش پس شما است. شما فهمیش ندارین، شما عقل ندارین، دیدگاه ندارین، نمیتونین خلاصه برای کنین از موضوع که یک نفر در مقابل حکومت از کمبودی گپ میزنه. بگذار گپ زنه. من رئیس شهر هستم، من رئیس جمهور هستم. اگر برای من امتیاز باشه، من مثل دلیر عمری 10 تا بلاگر در گیرد میگیرم، مخصوص وظیفه دار میکنم که مردک بدون معاش کار کرده حساب بلاگری زندگیش پیش میبره. دستگیرش میکنم، کریشواتش میکنم که برو از مشکلات ها گپ زن. تا من دستم شاید به تمام 4 تا شهری کلان در دوشنبه 4 تا ناحیه نرسه دستی من ندانم که رئیس ناحیه فردوسی در کدام کار است، رئیس کمیته زمین فردوسی در کدام کار است، سینا پروکرور سینا چیکار میکنه. ما بدانم، من دستگیریش میکنم، مخصوص از نام شهردار دستگیری میکنم که برو بگرد در بین جامعه، برو مسئله مسرکه و مسئله آب و مسئله خوردنی و مسئله بازار و امروز برای چی تمام بازارها میسوزه. اگر من رئیس میشدم، من این گونه جوانا را 100 تا دیگه پرورش میکردم، میساختم که تو برو کوچه به کوچه بازار را بگرد. هر جایی که یک کابل بریده شده غیر قانونی است نوار بکن پرت تا ما ببینیم که آیا رئیس شهر، رئیس ناحیه، رئیس منطقه، رئیس برق، رئیس تندرستی فلان آیا انجام میته یا نمیته وظیفه‌ش. یک کسی که آینه برای شما میبره نشان میته، ولی شما میبرین بیچاره. امروز اگر ما بالای دلیری اومدی یک روزنامه نگار گفتیم بردیم بیچاره را زدیم، لط هم کردین، از صحبتاش معلوم است، تحقیر هم کردینش، دل مونده هم که یک جنبه که پر انرژی میبره از کمبودی گپ میزنه. آینه است برای شما برای کورو. گرچند ما میدونیم که هزارها مردم از شما بخونه و در کرده و بارها در این مسئله گپ زدیم، ولی نفر برای شما خب امروز نه تروریستون میگن، نه قاتلتون میگن، نه خائنتون میگن، نه استعفا میگن مثل زبانی ما. خب میبرو میگن ای مردم، همین مردم انصافا رحم بکنه برای همینا. ولی چرا باید اونا برد، تحقیر کرد، تهدید کرد، لطوکوب کرد؟ برای چی؟ من باز هم میگم اگر راهبریت ما امروز از رستم موملی یک نفری گروه میسازین، این همی ثمره کار فهمیش یک شهردار است که برای یک جوان پر انرژی که میرود کوچه و کوچه میگرده، بیچاره از مبلغ خودش گرسنه، از پول خودش میرود نوار میکنه برای شما کورا نشان میده که محترم رئیس شهر، محترم پروکرور، محترم MVD، محترم KGB، محترم وکیل مردمی، در فلان منطقه این مصیبت است.
خب تو اگر یک راهبری با ایمان و با انصافی که تقدیر این ملت هم خود دست باشه، تو دعوت میکنی رئیس نویه شما منصور از فردوسی که اوجا بیا، این نوار چی میگه از خود داره، سبب چی است که شما این کار بالای مردم کرده؟ اونها حق زندگی داره، مادر و کودک زیر حمایت دولت قانون کشور میگه. شما حق ندارین، مجبورن اونها را اگر غیر قانونی است، اگر جنایت است، آخه یک نفر 5 سال زندگی کرد رئیس، 3 سال پیش من تو را انتخاب کردم، تو با چی کار مشغول بودی؟ ندانی زیده اوجا غیر قانونی است. تو باره با رئیس زمین ساز نمیدونم با ناظر اون منطقه باره صحبت کردی که در فلانجا 10 خانه است غیر قانونی است. آیا شما کردین؟ قوای برق میسپره، پلی آب میسپره، پلی فلان میسپره، همه پولا میسپره در قید دولت است. امروز غیر قانونی شده است. رئیس باید این حالت بشیند خلاصش براره که خب شما امروز میگن غیر قانونی خانه ساختین و چوچی که قید دولتی داره، برای کیپیتانسیای چک از قید است، همچون فرمان بوده، همچون رئیس، همچون امر بوده که برات بیارن. 3 سال شد مردک پولی برق میسپره، در طول 3 سال این نفر در قید دولتی بوده است. شما ندید این غیر قانونی است؟ در 3 سال نتونستین برای یک خانه جور بکنین؟ ای بودجه شهر آیا بار آمده برای ما طلب کردین از ما که محترم رئیس حالت این خیلی است؟ بیچاره شهروندای ما از کلاب، از ونج، از درواز، از غرم، از بدخشان آمده است و خاطری که در اینجا یک کمی کار یافته زندگیش پیش میبره، در فلان جا رفته است خانه ساخته است ولی غیر قانونی است. چیکار باید بکنیم؟ قانونگذاری کشور میگه زیر حمایت دولت قرار دارند. اگر از بودجه کشور لطف بکنین، یک از بودجه شهر براش یک کمی مبلغ جور بکنه، خب ما از بودجه ناحیه مبلغ بدیم براش یک خانه بسازیم. تا غیر قانونی زیر غیر دولتی باید باشه اون نفر. شهروند این ملت است، فرق نداره او از کلاب آمده است یا از غرم آمده است. نو لااقل شما براش پول نمیتین، بیچاره خودش میره سرش خم کار میکنه، حتی در یک خانه بامی زندگی داره، طلب نداره باز هم از شما، ولی میرین مثل سگ خونه‌ش چپا میکنین، در حالی که این روزنامه‌نگار برای شما چون آینه نشان داده است که محترم شهدا، بیچاره در صحبتاش همش محترم است، خواهش میکنه، التماس میکنه به درد این ملت برسین. من اگر واقعا من در اون بخش در اون جبهه ما کار میکردم، من میدونستم که من چون دلر اومالی اون ژورنالیستای چتک پرتک که فقط تعریف میکنم من دفع میکردم اون نموده 20 تا 15 تا جوانانی با غیرت عدالت پرور می آوردم، میگفتم گوش کنین اینا فضای بلوگری شما آزاد از همه چیز، برین کار بکنین، بلوگریتون رو پیش ببرین و این درد ملت، درد منطقه را، چون من نمیتونم واقعا دوشنبه شهرش سر شلوغ است، 800,000 اهالی داره، من نمیتونم برای همه این برسم. برین دنبالش کار بکنین، ببینین من شما را پیگیری دارم، من وقت جدا میکنم در یک هفته شاید یک بار یک ساعته که ببینم که یا با چی کار مشغولن، در کجا مشکلات دارم. من رئیس شهر رئیس ناحیه فردوسی را انتخاب میکنم برای چی؟ برای چی رستمی کار کردن نمیتونه؟ چون صلاحیت نداره. انتخاب معاون رئیس از جانب رحمانوف است. تصور که اینقدر بی صلاحیتی رئیس شهر رو ببین، معاون رئیس اون رحمانوف انتخاب میکنه. معاون رئیس انتخاب راهبر کشور است که رئیس باید انتخاب کنه معاون شه. نبودن صلاحیت در سطح راهبر یک شهر، او دعوای پرزیدنت آینده رستم، آینده پرزیدنت کشور، بچهای گرین جنتلمن فلان بهمدان. ببینین مصیبته. بیایم ما همون نوارا رو بمونیم. خب مرحمت کنی. پنشهر ناحیه شاه منصور، شهر دوشنبه. برای چی گریه داری خواهر جانی من؟ ای افغانستان آدم را نوره جو میکنن، نخواه که هم دردیش برای توجی که خودش نباشه، گوله که چه خلوقو در دست من که جا بریم. آره میشد کلو خرو بارون میکرد کامبغل یک سومی اومد مقصد مردم سومی میزنن رو منم زدن چپکم میرم پیش پروکرور اکاجان التماس میگم من کارگاه دولتم خیلی مرا کم تفهمی، من آموزگار معاش آموزگار نوکی سوزان جمع کم تا منم فهمی هیچ که گوش نمیکنم. لیسورا میگم میگه گپ دست مون نیست پروکرور اینا ما بین اینو میدو. خب آموزگاری که تو این حد قدر نداره. من هر برنامه میگم که حکومت باید از همه نقطه اساسی بالای آموزگار باید نقطه تمسخر بکنه. ببین
آموزگاری که خانه استقامتی نداره، یک آموزگار خانه زندگی نداره، او سگای درمانده وطن گله نتنجا شما دشمن ملته. آموزگار فرزند نسل این ملت تربیه میده خانه نداره، در یک کوه پاره زندگی میکنه. شما چی میگین؟ وطن آباده. میسو میدویم میسو بازی چای دست کرده دیدیای ما اودالی شده عدل. شما رو عدل بردن؟ عدل کجا؟ اونیم عدل پایین بودن زدن. مرحمت کنین، کنتکت شما همراه مردم، معاشرت شما همراه مردم، چقدر با این مردم برخورد میکنی. و خدا قسم آی این ملت میگیره. باور کنین یه روزی میشه که شما یک طرز سرنگو میشه که گفتی همون گفتون خید نمیکنین، دختون احساس نمیکنین که چقدر سرنگو میشه، چقدر سری خودتون میخرین، شما فکرش نمیکنین. مطمئن باشین داد این مظلوم یک روز نه یک روز به خدا قسم پروردگار میشنوه. ای مردم، او خدایی که ما و شما را خلق کرده است یک روز نه یک روز داد این مردم هم میشنوه. اما برای چی زدن؟ نمیدونم اون میسا زد در همیده بزنه دندوناش بریزه در همون جا در عدل؟ در دلی ماشین از دیوت کده بردن ما. تو کارگاه دولت این گپ بگوی ای مردم دیگه ما چی مینولی؟ ایجاده حاضر همین رول اساسی را سوم بازی کسته، همین سوما نگیرن اون مردا که هیچ نمیگن. خب یگون توش ایسری همه جا ایستادگی نیست. التماس داریم، التجا داریم ای جناب عالی که برای رحمی فرزندان در همه حالت باز هم جناب عالی، یعنی اینقدر رحم میکنه مردم نسبت شما. آی به ناموسا راهبری کشوری که اگر در روتون پوستی خوک نباشه، اگر یک ذره انسان میبودیم به خدا قسم بعد از نوار این مادر هیچ گاه برای خودتون اجازه نمیدونین که برین خانه مردم چپه کنین. که به همین بزرگی، به همین سادگی، به همین زن بدن، با یک شیوه خوب باز هم جناب عالی ازت خواهش میکنیم. آی گوکلا ازت خواهش میکنیم او به دردی ما برس. در همین حالت هم مردم لطف میکنه برای شما. دیدی شما را میبخشه در حالت خیلی وزبین. قدر ما مردم واقعا لطف کننده هستیم، شما را لطف کردن. باز هم که جناب عالی دستاشون پیشی بر مرا ببخش، ما را رحم کن، تو بدادی ما برز. اگر راهبری کشوری که برای این ملت انتخاب شده است به خدا این پاره میکنه. این سخن این زن در دل خور راهبر حتی اگر کافر و بدین و به ایمان باشه دلاش میکنه، میداره تیکه تیکه میکنه. ولی ببینین یا رحم ندارن. برای چی؟ قاتل هستن. مردم قاتل رحم میکنه. همین قاتل آیا برای یک جامعه رحم داره؟ ببینین قرقیز آمد مرزای ما را، خانه‌های ما را سوزان چپه کرد. در تای فوقتون، در دوشنبه بزرگتون که راهبری شهرتون گرچیک رستم جنتلمنی بچه رحمانوف است میبیا خانه مردم را چپه میکنه. از قرقیز بنالیم؟ چرا ما باید از قرقیز پس بنالیم؟ برای چی؟ مدامه که در پشت چشممون در شهر، در پایتخت که امروز این منطقه با پایتخت در ناحیه شاه منصور تعلق دارد میبیان مردم خانه‌هاش چپه میکنن. اگر غیر قانونی است، اگر تجاوز کرده شده است، اگر غصب کرده شده است، هر چیزی که نمیشه او بحث خودش است، بحث سودی است. ولی با این حد رفتار کردن، برخورد با مردم، این نامردی و بدبختی و پس بدنی سیاست شما است. مردمی که از او جنتلمن یک شخص میتراشین، یک چهره میتراشین، در این زینه امروز تجاوز در حق ملت میکنن. کجا برسه در زینه بالاتر؟ کجا برسه؟ چون فهمیش سواد سیاسی نداره که زمانی ساختن کریره ما باید رحم بکنم. اگر ظالم هم باشی، بعضا موارد ظالم ها در تاریخ گذشته است، بعضی رحم های دارن برای مکر و بازی هاشون، ولی بدبختانه یا همون مکر استفاده بردن میتونن. میفهمید که لااقل شما در این شب و روز وزنینه که بالای ملت آمده است از لحاظ آذوقواری
نرخونوای گران، مردم حتی نان و آب خوردن نداره، مردم نمیدونه چگونه زندگی کنه، معاش های پست. باید شما سر این مردم بمولین که اپای عزیز از جانب پروکراتورا برای شما وقت دادیم، مسئله حجت هم میبینیم، اگر زمین نظارت میکنیم برداشت داره در حالت زمین جمعی، زمین خوب است، خب براتون حجت میکنیم، زندگی بکنین، اما یک پروژه خونتون رو بسازین، زندگیتون رو دوام بتین. ولی میبینه که معلم است، آموزگار است، خانهش با طور اولین زندگی میکنن، تعمیر باید بکنین. او تربیت کننده این نسل است، و این بهترین امتیاز باید او داشته باشه. مایلی ما نابود ما رحمی فرزندای ما را خیره خونه دختر نه دخترم سه کودک داره بیوار. شما اینجا مهمانی آمدین؟ نیم کودکای وای برد بکنه بای کار بکنه. چی قانون است که برای آب دیده ای کودک رایزاندن باید تصدیق شود و امضا بگذاره؟ کی باید امضا بگذاره؟ همه قانون برای زندگی بهتری مردم است و ما میبینیم که نماینده‌های مقامات هستن اینجا. این مردم به سواد جراکه یافتن. این مردم فقط ما پروکرور میبیا، فقط نای شما منصوبه میبیا، صاحب ماشین، صاحب خانه و صاحب ای چی میشه؟ ایسای مردم کمبغل همینجا. طبق اطلاعی که به ما دادن همین ماشین مرسدس 0101 مرحمت کنین. پروکرور معاش دولتیش چقدر است که ماشینی که یک نمیز حتی شاید من اگر برم حاضی بیرون نداره امکانیت که بهترین معاش داره. ماشین 4-5-10 هزار است. چند هزار مثل این ماشین؟ از کجا هست این پول؟ آیا یک بار دعوت میکنین این کارگری دولت مقامات که از کجا که برای من همون غش نگم چی میگن تابلوی که معاش میگیری 5 ساله بیار که من حساب کنم چقدر است؟ این درآمد، این خانه، این معاش از کدام حساب است؟ چرا یک آموزگار برای چی من آموزگار قیاس میکنم که در فرهنگ من دیدگاه من است که آموزگار باید بهترین معاش داشته باشه، الگو باید آموزگار باشه در جامعه، جوان باید عاشق آموزگار باشه که من کلام شما آموزگار میشم. یعنی قدر امتیاز داشته باشه که برای داخل شدن در دانشگاه آموزگاری باید همیشه عاشقیت باشه، 5 ساله عاشقیت باید ایستاده باشه که من آموزگار میشم، فخر باید باشه در جامعه آموزگار. ولی چون گدا بیچاره آمده از پشت در گریه میکنه که مرا خانه ندارم. این از فهمش و فرهنگ دولتداران ما. یا نمیتونن، من بازم میگم جامعه را میارن یک روز نه یک روز از سر ما و شما میمانند به این اصولی که زندگی میکنن. TV01 ماشین نماینده پروکراتور است. چون نهایتا نبگه که از کدام نهاده خواهش میکنم با درد و حرف و پیام مردم برسید. از اون مقامات نیستین شما؟ هر یک تیما در خانه‌مون 3-4 کودکای مایده داریم، جای رفتنی اساسی نداره. کم حالت میشد که ما در وقتی ویدیو گزارش آماده کردن گریه کنیم. همون قانون، همون فرمان، همون دستور، همون سفارش با شرایط مردم مطابق کنه. 2 بار چپا کردم اینم تریتور، 3 بارم چپا کردم به چرا جا ندارم با خانه کردم. اینم خانه است که کمی انسان زندگی کنه. مثل که اطراف احاطه کرده شدن. از اون طرف از این طرف ماشین اونجا رفتیم، برادر اینجا. خب بیا یک بار دیگه میره بمون. کلا نوارا بمون. جو. نه دل کوین بودن زدن ما. برای چی زدن؟ نمیدونم میسا زد دهنه بزنه دندوناش بریزه. در همونجا در عدل. در دل ماشین ازدواج کده بودن ما. تو کارگاه دولت این گپ بگوی ای مردم دیگه ما چی مینولی؟ جدا حاضر همین رول اساسی را سوم بازی کسته. همین سوما نگیرن اون مردا که هیچ نمیگن. خب یگون تو ایسری همه جا ایستادگی نیست. التماس داریم، التجا داریم ای جناب عالی که برای رحمی فرزندای ما، مایلی ما نابود ما رحمی فرزندای ما را خیره خونه دختر نه دخترم سه کودک داره بیوار. شما اینجا مهمانی آمدین؟ نیم کودکای وای برد بکنه بای کار بکنه. چی قانون است که برای آب دیده ای کودک رایزاندن باید تصدیق شود و امضا بگذاره؟ کی باید امضا بگذاره؟ همه قانون برای زندگی بهتری مردم است و ما میبینیم که نماینده‌های مقامات هستن اینجا. این مردم به سواد جراکه یافتن. این مردم فقط ما پروکرور میبیا، فقط نای شما منصوبه میبیا، صاحب ماشین، صاحب خانه و صاحب ای چی میشه؟ ایسای مردم کمبغل همینجا. طبق اطلاعی که به ما دادن همین ماشین مرسدس 0101 TV01
ماشین نماینده پروکراتور است. چون نهایتا نبگه که از کدام نهاده خواهش میکنیم با درد و حرف و پیام مردم برسید. از اون مقامات نیستین شما. هر یک تیمو در خونه‌مون 3-4 گودکای میده داریم. جای رفتن. خب این است نقطه‌ای که دیدین. ما در بالا در مسئله خب روزنامه‌نگاران و در این مسئله حرف زدیم. ارزش گم کرده. کسایی که ما را میگیم بیاین از داخلی وطن گپ زنین، شما مرد باشین، خب اصولی که ما گپ میزنیم شاید 7 پشتون گپ نزنه، شاید در شب خوابتون نتونین گفت رحمان و دیکتاتور یا تروریست، ولی آیا رحمان برای ما اجازه میده که ما از داخلی وطن این حرفمون را گپ زنیم؟ در حالی که یک روزنامه‌نگار هیچ تحقیری نمیکنه، هیچ دشنامی نمیکنه، هیچ اصول بدی را استفاده نمیبره، این حق حرف زدن نداشته است، میبرین بیچاره‌ها را لطکوب میکنین، تحقیرشون میکنین. آیا برای دیگرها اجازه میتین؟ اثبات انما حرفای ما است که شما قاتلین، شما ره به این ملت ندارین. نمیبینین این مردم خانه هاشون آوردین چپه کنین، فرداش نوار برون ودا بدیدین که چقدر در حق این ملت تحقیر کردین. خب زنگ دیگه باشه بفرمایید. الو. علیکم سلام.